دیگه من و سیما و فروزان توی تاکسی پشت سر نشسته بودیم. سیمایی بر فروزان وسط، من اون بغل. بعد یه انبار منفجر شد. یعنی ما 200 متری انبار بود، انبار خاربار اینا بود. تاکسیمون اینجوری بلند شد رو کلش چپ شد. ما از در باز نمیشد دیگه، از شیشه‌های شکسته اومدیم بیرون، میدویدیم، خاک و میوه و آشغال و آهن و فلان و همه چی تو هوا بود، آدم بود، ما هم اینجوری تو هوا میدویدیم دیگه. فشار موشک بود، موشکی زده بودم تو انبار بکنم. من اینکه داشتم میدویدم، یکی جفتم داشت میدوید، و کتفش ازش جدا شد. در حال دویدن مقنعه در بردم، جرش زدم، دوتاش کردم، دستش بستم، خوابوندمش زمین که دیدم سیما همینجور داره میچرخه. من نمیتونم حرف بزنم، فکر نمیکنم. همینجور داشت میچرخید. سیما چند سالش؟ هم سن من بود. تو چند سالت بودی؟ فکر کنم 15 سالم بود. 15 نمیدونم، یادم نیست. دویدم که سیما رو بگیرم، دیدم سیما گیسش اومد دستم. فروزان گم شد. فروزان اون اصلا ندیدم چی شد، ولی سیما رو پیدا کردم، یه کفش پیدا کردم. اینجوری وقتی دیگه آرامش برقرار شد، ما همه اونجا بودیم، همه آدم ها دیگه اومدن کمک. کفشش پیدا کردم، گیسش دستم بود. دیگه پیداش نکردیم دیگه. نبود چنین مه در جهان، کفش ای و دل گیسش همینجا خورد. لنگ شو. از جنگ میترسانیم، گر جنگ شد گو جنگ شو. ماییم مست ایزدی، زان باده های سرمدی. تو عاقلی و فاضلی، در کار نام و ننگ شو. در دام او افتاده ای، خود تو ز